اعضای شورای ولایتی میدان وردک هشدار می‌دهند که اگر حکومت از جنگ جاری در ولسوالی جلریز این ولایت جلوگیری نکند، مرکز این ولایت بسیار زود به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اعضای این شورا روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند در درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک 30 سرباز افغان کشته و ده ها تن دیگرشان لادرک گردیدند. آنها با نشر یک اعلامیه از حکومت خواستند تا جلوی ناامنی‌ها را در میدان وردک بگیرد. ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک هستیم و به عنوان نمایندگان مردم این ولایت و مقام‌های مرکزی هشدار می‌دهیم که اگر به صورت فوری برای مهار این حملات اقدام نکنند، در آینده چالش‌های بزرگ امنیتی در حاشیه پایتخت به وجود خواهد آمد. از سوی هم مسعود شینزای وردک معاون شورای ولایتی میدان وردک میگوید که تاکنون 11 پسته امنیتی پلیس به دست طالبان افتاده است. آقای وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت: جلیز ولسوالی که یول از پستو سقوط کړی دی، ولسوالی خو لپاره چې شاید مرکز د میدان شهر هم سقوط وکړي که په دې حالت روان وي. په تشکیلاتو کې موږ هلته ډېر پرسونل لرو امنیتي، اما هغه هلته فعال نه دی او یو قوي رهبری پولیسو په سطح باندې وجود نه لري. دغه د موږ د ضعف ټکی دی. پیش از این طالبان مسلح در ولایات قندوز، بدخشان، هلمند و برخی ولایات دیگر نیز حملات تهاجمی را انجام داده بودند. در همین حال مقامات وزارت دفاع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نیروهای آنها به منطقه رسیده و بسیار زود پسته‌های از دست رفته دوباره تحت کنترل نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. طالبان مسلح همچنان ادعا کردند که در درگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعداد نیروهای پلیس نیز کشته شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان بدین باورند که ضعف در ادارات امنیتی سبب شده تا نیروهای افغان از حالات دفاعی بیرون شده و مخالفین مسلح برخی مناطق را تصرف نمایند. آنها میگویند هرگاه به این نیروها توجه جدی نشود، ممکن میزان تلفات آنها افزایش یابد و مناطق زیاد با خطر سقوط مواجه گردد.